مسئولان شرکت‌های موبیلی تاجیکستان در شرح قطع شدن دسترسی به اینترنت در شب گذشته گفتند این مشکل به آنها وابسته نبود. حداقل نمایندگان 3 شرکت موبیلی تاجیکستان که ما با آنها تماس گرفتیم در صحبت‌های بدون میکروفون گفتند در حقیقت قطع شدن اینترنت وجود داشت و این با سبب‌های تکنیکی بود که از آنها وابسته نبود. نمایندگان شرکت‌های موبیلی نمی‌خواهند رسما در این مورد اظهار نظر کنند چون می‌ترسند که برایشان مشکل ایجاد می‌شود. از 4 شرکت موبیلی تاجیکستان یگان شرکت در سامانه‌های رسمی خود در این مورد یگان خبری پخش نکرده است و از استفاده برندگان نیز عذر نپرسیدند. نمایندگان شرکت‌های موبیلی در صحبت با رادیوی آزادی گفتند آنها اینترنت را از شرکت تاجیک تلکام میگیرند و هر مشکلی تکنیکی که وجود دارد باید از شرکت تاجیک تلکام و از خدمات علاقه بپرسیم. در شرکت تاجیک تلکام با رادیوی آزادی گفتند شب گذشته ساعت 19:40 یک مدت دسترسی به اینترنت قطع شد چون کانال اساسی که با واسطه آن اینترنت به تاجیکستان می آمد یک بار قطع شده است. مسئولان شرکت تاجیک تلکام گفتند که آنها دوام نیم ساعت اینترنت را به کانال های علاوگی گذرانند و به این خاطر مشکل پیش آمده است. اما ساکنان میگویند این یگانه حالت نیست که اینترنت در تاجیکستان قطع می شود و در کل همصحبتان ما در کوچه های دوشنبه گفتند از صفت اینترنت در تاجیکستان راضی نیستند. اساساً خیلی در حالتی که با اینترنت سرکار داشتم خیلی میخواستم که یک صورت با مادرم فرستم چون در وایبر بعد در همین حالت یعنی که سرعت همین اینترنت یا اینکه همین سرعت یعنی که قطع شد. این خیلی حادثه ها هر روز میشوند. علاقه روز دیگه بیزار شدگیم از صفت پست اینترنت در تاجیکستان. اما اینترنت پولکی هم یعنی که وقتی مگابایت میخرید همون وقت هم یک نافهمی های میشود که نه کمپانی جواب میتید نه هیچ که جواب میتید. یک بار مراجعت که میکنه کمپانی ها روز دیگه باوری نداریم که مراجعت ما رو با جدی قبول میکنن. برای همین امیدم نداره. متخصصان ساحه علاقه میگویند که مشکل شب گذشته پیش آمده یکی از نتیجه های کار مرکز یگانه کموتاسیون می باشد. پیشتر چه خیلی پیشتر همه اپراتورها خودشون کانال میگرفتن. میگافون 3 تا 4 تا کانال داشت. تیسل 3 تا 4 تا کانال خودش داشت. هر یکتاش از همه جا میگرفت. از قزاقستان، از روسیه، از خیتای کوچی جا میگرفتن. میتونی اینجا غیر چه تصور کردن حتی نمیشد که تو اینترنت تاجیکستان نیست میشود. برای که یک کانال که گم شد هر یک اپراتور 3 تا 4 تا کانال داشت. یک کانال دا گم شد تق میگرفتن ترافیک او کانال دا میفرستادن. все пользователь абонент حتی پای نمیبود که در کدام کانال اینترنت هست در کدامش نیست. در تاجیکستان بعد از سال 2018 تنها شرکت تاجیک تلکام حق آوردن اینترنت را دارد و دیگر شرکت ها از تاجیک تلکام اینترنت را میگیرند و با مشتریان خود تقسیم میکنند. تاجیک تلکام یک شرکت زیرتابع خدمات علاقه می باشد. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.